بیتی خواندم بهر تو خوانده و خوانده گریه میکنی میرسم روزه یادم میکنی در سری سنگی بزارم گریه میکنی اون کسی بیتی خواندم بهر تو خوانده و خوانده گریه میکنی ماشاءالله شهزاده باشم کتاب عاشقی را خوانده باشم کتاب عاشقی لیلی و مجنون همیشه در بهرش ایستاده باشم من یار بگیرم شهزاده باشم کتاب عاشقی را خوانده باشم کتاب عاشقی لیلی و مجنون همیشه در بهرش ایستاده باشم میرسم روزه یادم میکنی در سر سنگی مزارم گریه میکنی اون دستی بیتی خواندم بهر تو خواندم و خواندم گریه میکنی میرسم روزه یادم میکنی در سر سنگی مزارم گریه میکنی دستی بیتی خواندم بهر تو خواندم و خواندم گریه میکنی زنده باشین دوستان عزیز سرودی چی شد؟ جای تو کنی همه کسی بپرین یک دو نه خیلی یک چیز دیگر بگم همه ما در شهر مسافری هستیم امروز روزی استقلال جمهوری تاجیکستان است من از حافظای خودمان او SMS ها قبول کردم لیکن گفتن که موسیقی دارا شما در تونین هستید همون تبریکاتی ما را برای مردمی مسافران رسانید از نام تمام حافظای تاجیکستان ازبکستان اصلا نیکم همه شما تبریک میگم بار دیگه شامده میگم و کوشش کردیم در مسافری بسیار نیستیم چون که کم ایستیم پدر مادر هم اکثر انتظارم برای میگم موسیقی دارا میگم جای تو خالی هم اکثر یک دو سه نشون یاد بیده ایفه یک دو سه جای تو خالی رفت در سرای و ایرانم جای تو خالی نچیز جای شما خواهش خالی زیده و چکا بده سلامت باشد برادری عزیز امروز آن میهمانانی که قدم رنجه کردن و خاطر خوش گذاشتن این لحظه ها هست که از سر فرزند آدم هرچی آید بگذرد از سر فرزند آدم بیچه ها میگذرد غم خورده و در این دنیا زیبا میگذرد دیدم شیخان عالم در طواف کعبه هر کی شد